رندوم خدا وکیلی. سلام. خیلی رندوم بود. سلام. به ویدیو جدید. باز آقا به ویدیو جدید یوتیوب خوش اومدید با آدمای جدید. واه. قلب آناناسی رو تمام چی؟ قلب آناناسی کسی که نت خط بود میدونه. آقا امروز قراره با $1 زندگی کنیم. ریاکشن $1. آها پشمام. وای $1 چقدر زیاد آجیدیم چه کم تا $0.5 نظر چیه؟ $1 الان بهت میسم $1 به من بده. یوتیوب پولمون نداده هنوز $1 بیشتر ندارم. میتونم با $1 به یه دونه دستی بدم. خیلی آقا با $1 قرار با $1 چند نه؟ چقدر زیاد ساعت 10 نه دلار چند؟ ساعت 10 گل در اومد از همون بلبل. بازی میگم $1 گوشی میافته. بچه آرش پاپیون بخوره. پاپیون چیه؟ پاپیون رو همه پاپیون بزن. پاپیون صورتی منظورته؟ نه 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 گذاشته تمام شد. آقا حتما پاپیون بزن. آناناسی هم میداده دیگه. خیلی بچه‌ها چنل اسمش چی بود؟ آرمان انتی میذارم تو دیسکریپشن، حتما برید ساب کنید. از وقت قرار ویدیوهای خفن 4 تایی داشته باشیم. شاید 5 تایی هم بشه آقا، ما تیممون بزرگتره. شد که خیلی میشه جا نمیشه، من میکروفون نداریم. همینطوری شاکی هستم. به خدا تو کامنت ها همینطوری داشت میگه اصلا میکروفون بخره. چرا به خدا خریدم ویدیو بعدی با میکروفون قول میدم. میکروفون دارم حالا نمیاد. جدا؟ من حاجی الان مغزم داره چی میکنه اینجی ریلود میشه. تو بچه خوشگل تو نباید تو فقط من نگاه کنی عزیزم. ماشاءالله واسه الان قرار با $1 چی بگی؟ هنوز بهش فکر نکردم حقیقتش، فقط قرار شد بیاد $1 آقا $1 الان $190 قرارش بخوریم تفریح هم بکنیم. با $1 قراره یه تفریح انجام بدیم، یه یادگاری بگیریم و یه غذا چی بهش میگن شام بخوریم. بچه خود نه مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. لایک کامنت سابسکرایب. بابا پشمام. ببین آقا جان، آقا خلاصه که با $1 قرار همه این کارا رو بکنیم. الان بریم برای تفریح. ایده خوب بچه‌ها تفریح می‌خوایم نقاشی کنیم. آقا اینا رو نپرسین چقدر شد چون نصف بودجه‌مون رفت. من 4 تا دیگه. آجی 4 تا مداد 4 تا کاغذ شد 80,000 تومان. هدیه میخوای چی بگیری؟ من که برات مثلا یه کوشک درست کنم با کاغذ بده نقاشی. من میتونم قورباغه درست کنم بچه. آجی 80,000 تومان پولم رفت. چیکار کنیم؟ نمیتونیم بخوریم از نظرم. بریم فکرین ببخشید. اینم بچه بریم کاغذ رو 80,000 تومان وجه مایج مملکت. بچه رایج مملکت. آقا با همین 80 تومان ویدیو رو در بیاریم. تو 90 تومان بقیش نمیدونم ما چیکار کنیم. $190 100 تومن 110 تومن دیگه داریم. خوبه خدایی. ساعت هنوز یه چیپس میشه آجی. دیگه همینجا بگیم. خاموش کنم رمانتیک. نه برق روشن کن. خاموش کنم رمانتیک. آقا برای تفریح قراره 2 تا کار انجام بدیم. یه اسپامیل بازی کنیم. یه هم که نقاشی خودمون رو بکشیم. مداد من بفروش. آقا بیا. قسم کنم بیا میخوام سعی کنم مداد رو بهت بفروشم. آقا اینم مال شما. اول اسپامیل بازی کنین. من مداد ندادی. تو مداد نداد. ایزی. مداد من گرفتی. جدا من 4 تا مداد داشتم کجا رفت؟ خدا یکیش دست خودمه. من مداد دارم بچه این مداد اگه من بکنم خونه اصلا چقدر؟ آقا بیادبی نکن. نیست بچه‌ها من میگم کل ویدیو رو بکنیم با همین کاغذ. بخوریم. اسپامیل بازی کنیم. کی اول میگه؟ من باید بنویسی اسم فامیل راست میگه همین بشه. من که از همتون باهوش‌ترم قطعا این بازی رو میبرم. دستات من خیلی آقا بر خودش همینطوری خیلی رندوم وسط ویدیو میخوام بیام بذارم. نفری یکی میگین دیگه. هر کی بازی رو 50,000 تومان اون 110,000 تومان مال اون نمیتونه شام بخوره باشه. در غیر این صورت 10,000 تومان هیچ کاری نمیشه. باز اون یک نفر با 50 تومان میشه یه کاری کنه. هر کی برد شام میخوره بقیه هیچ نمیخورن. آقا هر کی برد شام 10 تا مال اون نفر کی برد. هر کی برد شام نه هر کی برد شام میخوره. هر کی برد شام میخوره. خب اول بگو. خب بریم. اول من بگم. بگو. خب بریم. با اسم خودم میخوام شروع کنم. ای تمام اسو مدادا بالا. من اصلا کوب کردم. مگه باید بگیم استوب من تمام کرده بودم. خاک تو سرت. بریم اول تو بگو. تو استوب کردی تو بگو. اسم اکبر. احسان. آرش. همه ده فامیل اکبری.
آرمانیان. آرادی. حاجی من خودمو نوشتم ارباب احسان ارباب فامیلمو فهمید بقیه رو هیچی خوراک ننوشتم. آلبالوپولو. آلبالوپولو آرد برنج. آخه آرد بره خوراک مرتی که صفر بده ما 2 تا 5 میدیم منش آلوپولو. شما 10 بدین اگه من نه بده. آره داریم تهرانی همه چی آلوپولو می‌خورن. با آل. اون مشهدیم تهرانی تهرانی همه چی می‌خورن بچه. آلبالو. اشیا. سخت الماس. آهن. استخ اشیاء. فهمیدی استخ اشیاء. حیوان. اسب آهو. آهو. حاجی شهر. اهواز. آمول. آمون ای. شما هیچ نمیشه من تمام نکردم من اصلا این آقا گفت صبح من راست میگه. من 2 تا رو اشتباه نوشتم ویدیو چک بچه‌ها ویدیو چک. ویدیو چک. چرا الان ویدیو چک. چرا خب داداش تو ننوشتی یکی آخری پاک. به قرآن نوشته بودم به خدا نوشته خب با م ام. استاپ. نه در حال نوشتن آقا در حال نوشتن. نمیدم اون حساب نیست چی نوشتی؟ مرتضی. مریم مائده. از مریم توقعش همه مریم بنویسن کامیل. مائدی. مریمی نیمایی. محمدی. خوراک ماست. مرغ پلو. ننوشتم ماهی پلو. میوه که دیگه همه تو نوشتیم موز نه من نوشتم موز. من یادم نمیاد موز. سنگ اشیا. موز پلاستیک. موز میمون پلاستیک. ایمان ملخ نوشتم. موز پلاستیکی موز من درست. ملک میشه دیگه ایمونه دیگه چی نوشتی شما؟ من موز پلاستیکی نوشتم حیوانی که- حیوان میمون شهرم کیف نه. شهرم ننوشتم مشهد. او مثلا شمدوز. خواهش تو سر من ویدیو دارم بریز همه فکر می‌کنم برزیلی هم ولی من شمدوزم از خه. چی استوب تو که تکمیل نکردی؟ من این پایین نوشتم خب، جان تکمیل به نکردی. خدا تمام شد من این پایین نوشتم خب رحیم خورم منم خورم خشایار. خیابانی خرمی. من فامیل ننوشتم شاید باور نشه. خشایاریان. خورم خیابانی داشت به دختر هر جواد خیابانی یان ندی فامیل میشه. خوراک خرماپلو. تهرانی همه چی میخورن. الان تهرانی همه چی میخورن. آقا من دیدم تهرانی میخورن. تهرانی ها تو کامنت بچه بنویسید خرماپلو میخورن. نداری خودت خوراک آقا کنه خیارشور. خوراک من خیار نوشتم الان خورما. خوراک حساب میشه. نه خیار میوه است کنه خیارشور. خوراک خیارشور هم داشتم سیف نه خوراک نمیشه خوراک خیارشور نمیشه نه از آقا سیف نمیشه میخوریش خوراک نه. حرف نزن. خوراک وایسا میوه. خوراک خورما دیگه. خورما خربزه. پنج. میشه ببینم همون خیار تو یعنی چی میشه ببینم خیار تو؟ حالا اشیا خیار پلاستیکی. خیار پلاستیکی پلاستیکی. خمیر. ببخشید خمیر. من اشیا نوشتم خر پلاستیکی بچه. بازی دیگه. اصلا خطم قابل خوندن خط دکتراست من نوشتم خر خط من پلاستیکی میتونی بخونی. یک بخونی بهتون جایزه. من خر پلاستیکی من نوشتم خر خوک. خر خارک. خیام خیام خارک رو تو جنگ یاد گرفت. اصلا نمی‌دونم کجا هست. بچه امیدوارم هر جای ایران که هستین تنتون سالم و سلامت باشه فقط برای چند دقیقه داریم میخواد خنده رو به لبتون بیاریم وگرنه ما هم مثل شما الان درگیر کشوریم اینجا ویدیو رو بتر کنی یا انگار مثلا موشک خورده. خب منم ای بابا ای بابا سه دندونه. استاپ استاپ حالا میوه چی داریم واسه سیب به این تام چیز راحتی. اس سام. سارا سارا. سحر 5 10 حاجی یعنی ایکس و ایکس سارا سامیاری. سارایی ساریان فامیل همین خوراک. سوپ. سالات مامان سوپ غذا نیست. تهرانی‌ها چی بخورن آقا ما من سوپ غذا نکنین دیگه من سیب پلو نوشتم فکر نکنم. تهرانی بابا دیگه تهرانی کم مونده ما رو بخورن دیگه تهرانی بس من سالاد نوشتم من سالاد تو میوه خب نوشتم. سالاد میوه نیست سالاد چی دیگه میوه سالاد چه میوه. آقا سالاد برای من توصیف
اشیا داداش اول اشیا اولش من نشتم. سیبی پلاستیکی من ساعت سمک چرا باهوش اینا داداش چجوری انقدر سعی نوشتی سمعک میگم سمک دیگه ایمان. بفهم حاجی خط تو نگاه کن من نصف سبم پرسه چجوری داری اینطوری بازی می‌کنی؟ ایوانو شهر ننبشتم من یه سه من ننوشتم سگ آره راست من خودم سگ دارم تازه جمع شهر رو چی نوشتم سمرقند ساوه نه این آقا بریم جمع بزنیم کی برد 40 بچه من همینجا کاغذمو با 195 ام 5 تا چه من زدم آقا این آقا نوش جانت اینجا ادیت کن آقا تفریح درست کن این چیز رو کات کنی من گیگاچت ما بلشه گوس خب بچه ها بریم برای قسمت بعدی خیلی عالی تو خالی هستن کارتایمون یه نقاشی میکشید ستای دیگه باید حد بزنم چیه یکی یکی آقا داداش شما بیا که تو ویدیو باش دیگه سلام مدی پاپیون نه مدی برام پاپیون بذار خب سختش کنین دیگه ساده نباشه میخواین 10 تا کلمه بگم اون 10 تا رو نقاشی بکش از بینشون نه همینو بریم خواستم یه سیاسی بکشم الهسته شرمنده آقا دیگه چی سوارم حاجی امیر نیستم امیر آرمانه آرمان من هنوز هیچی نکشیدم این نقاشی داشت من آر تایم کلا 20 ثانیه مونده خوب باشی نه، برسه 3 آجا. دقیقه قد میشه بگش این کفشه آره کفشه کفش چیه جردن جردن وان ایر جردن وان بابا من خیلی قویم بسکتبالیست هست من خیلی شبیشه بچه به نظر من همین شرکت نایک بعد من پیام بده و بخواد که من طرح به نظر من نقاشی خوبه دیگه نقاشی بعد من پیام بده و اینو داداش حدس آخر. بزنیم داداش این چه کن چلو کبابه حدس بزن جوجه چیزی که کبابه میخوای بخوری به ما ندیه نه اونا ابره داداش این ابره آره دیگه خیلی جالبه اصلا شبیه ابری بعد به نقاشی من گیری خیلی شبیه ابر نیستش آره نظر من اینقدر نقاشیت خوبه دیگه نقاشی نکن اینم ابره بقیه‌اش حدس بزن نه داخل چیه ماشین این روش داشت پنجره کنارش می‌بینی هواپیما خب بی شرف این کجا شبیه هواپیما الان من نقاشی خوب نیست برو گم شو من بهتر موزه این که موزه. فکر میکنم که موز باشه نه نمک در نمکدان شوری نداره دوری نداره نه همین بود دیده نمک ولی خب نمیدونم تو چجوری حد زدی برام یک کم فکر کنین همه تو میتونین حدس بزنین یوتیوبه آره سابسکرایب یکم دقت کن نه خیلی ماییم ما میریم اینجا چیکار میکنیم اینجا کجاست آرمیتا اینجا نه این الان روش یوتیوب خورده ما کجا میریم چیکار میکنیم اونجا یوتیوب ویدیو سابسکرایب نه آقا جان ما میریم اونجا ویدیو رو از اونجا آپلود میکنیم خواهی یوتیوب خدا لعنت استودیو آفرین یوتیوب استودیو هم چرا باهوشم بابا نمک شوری نداره الان برات خیال ویدیو چرا بعدی بچه ها ایران آزاد میشه فونها چی؟ نه یوتیوب دیس از جوک چه چیز بود کوفته داری میگی محلش اومدم بقیهش بلد نیست یاد اومد بچه ها قورباغه یادم اومد خیلی خوشگل بچه ها قورباغه بچه این بیچاره این یه بیه که کلا فعالیت نمیکنه دیگه فعالیتش تمام این مال آرشه خدایی خوشگل درست کار ندارم ولی خدایی این مال منه داداش با احترام تقدیم بشم مبارکتون باشه نمیدونم اسمشو گذاشتم قلی مبارکتون بریم الان میایم دوباره بذار من با انگشتم خدا آقا میخوام ببرمتون تو فروشگاه داداش من بردم الان داستانی بردن بعدا میرم خودم بهت یک شام میدم بخوری شام خوشمزه گشنم الان میبرمت بهت چیزی میدم بخوری آخرش داداش نه غذا خوشگل شد پاپیون میتی پاپیون آقا اینجا یواشکی خیلی غذا خورنده
بابا من به خدا همه 196 هم. اومدی برای شامپو رو داریم؟ نه بیا یه چیزایی تو فکرم، ولی خب حقیقتا قیمت ها خیلی وقت دستم نیست. خب من باید 25 تومن. بگو خدا تو شد. نه بیا تو باید چک کنم. اما تموم شد 30 شده. من دیگه عدد تو زندگی 25 تومن. آجی اینقدر میگم کنم گرون نیستی شما، ولی ما 110 تومن بشه داریم نه؟ اکثر همین از انسان رو آنفالو کنیم و سابسکرایب کنیم. من هیچ وقت همچین کاری نکنیم. ولی چقدر بزرگی، بذار دوربینو برعکس کنم. وای محترم، واه گفتم چقدر قیمت ها مفته اینجا. کجاه 116 تومن. اینم هده خوبیه. نه اون 30 میکنه. بریم خورده 50 تومن فکر نمی کنم بشه. آجی مگه اینکه یه دونه بگیریم یه قلب به قلب نه گرونه. اشتباه کردم خودم هم بشه. آجی چرا چیز پنجه آب میوه پنجه بیا تموم شد 43 تومن. نمیشه دیگه اون دوتا الان میشه 50 تومن. 100 تومن آب میتونیم بگیریم. آب هم بگیریم نیاز نیست همین افسه تو کلوچرش کنیم. آقا اینو بدیم به چیز دیگه که برده. آقا اینا رو ما خریدیم به عنوان شام، ولی شام جذابی نشد احساس میکنم. اینجا ایرانه. به چی نگاه میکنی آقا جان؟ برو شما باید بودجه ما آقا، 10 دلار یا آقا، برو. 100 دلار نیست. چرا بودجه‌مون 1 دلاره؟ نه یوتیوب پولمو نداده حقیقتا، هنوز پول ندارم. بریم دیگه، بریم بچه‌ها رو سورپرایز کنیم. بچه‌ها ویدیو چقدر لایک بگیریم به 10 دلار؟ آجی ویدیو قبلیمو ترکو نه، این ویدیو 1000 تا لایک بگیریم میریم 10 دلار. همه 1500. نه 2 تا کامیونیتیه. 1500 تا لایک بگیریم میریم بر 10 دلار. بریم بیرون الان میام. خدا داشتم تیک تاک میگه. بیا آقا بیا. آجی دیدیم با 1 دلار میشه زندگی. دروغ میگه اصلا. اما ما سعی کردیم امروز با 1 دلار زندگی کنیم. با 1 دلار 200,000 تومان. بازم که اجازه همون تونستیم از صبح تا شب که نه همه 4 ساعته با 1 دلار تموم شد. همینا رو گرفت تموم شد. 100 دلار رو برای آخرین بار بودم سربتون نمیتونم گیرش کنم. 105. نه بابا آقا نظر تو در مورد آینده ایران احمدی نشان. ولی من برای بردم. تو یه جایزه گرفتم. برای تو یه طرح اختصاصی در نظر گرفتیم. آب میوه داری؟ آب میوه داری؟ من کاش که میبردم آب میوه رو من داداش من نه خواهش بچه تعارف مشهدی تعارف مشهدی. من بگه با عمو خدا عمو خیلی خوشحال شدم. خیلی مخلصی. بچه‌ها ما هم با عنوان شام می‌خوایم اینا. بچه تعارف ما هم این برای تو طرح ویژه چون اسکامینو بردی این برای شما. ولی خب نصف گوشه تو اینا. بیا برو تو خونه من. ببخشید حواسم نبود که دیگه. آقا ببینید چند آنباکسینگ چند تا گرفتی کم آوردی ها؟ 3 تا گرفتی. بابا آرش تو چی؟ آقا این مال شما. ببین واسه همه با هم بخوریم مزه کنیم. من فیلم بردار نیستم اینجا. آقا بیاین. خیلی
پوز میدارم. داداش یکی اینو بگیره دستم بمون. موزی بر با $1 خوب باشه پوز. آن زحمت خیلی خوبه خورش حاجه پایین نمیره اگه این ویدیو 10 کلاک بخوره من خودم 1500 تا قرص بود اگه 1500 تا کلاک پارت $10 تو چنل من. چنل $5 $10 خیلی آرمان انتی گرونه دلار. $5. نه $10 هم میشه چند 2 تومن اوه داداش من بردم بابا خورد آرش مظلوم تو کامنت ها. آقا دیدیم با $1 تونستیم زندگی کنیم پیشنهاد میکنم اصلا این ویدیو رو من پیشنهاد این ویدیو نگیرین. آقا. این ایده رو دیگه نگیرین. پیشنهاد میکنم خواهید هیچ کس با $1 تو ایران زندگی چون هیچ غلطی نمیشه که من با $1 4 تا مداد خریدم 100,000 تومان مگه میشه من مدادا رو میخوردیم دیگه نه حواست نبود. حاجی بریم پس کنیم باز دادم بریم پس اون سه تاشو بستیم 80,000 تومان ریاض نه ببخشید 4 تا کاغذ گرفتم با 4 تا مداد شد 80,000 تومان مرسی که ویدیو رو دیدین. نه واسه آقا بذار بگم چیکار کردیم اینا با اون کاغذایی که گرفتیم الان زیر پام همش کادوهای خوبی که برام شد 80,000 تومان کلوچه‌ای که خوردیم با آب میوه‌ای که گرفتیم شد 114,000 تومان 114 و 80,000 تومان میشه 194,000 تومان ما 4,000 من منفی عملاً 4,000 تومان خیلی خوب بود بچه ویدیو نبید خیلی خوب بود این ویدیو هم مثل بقیه ویدیوها چرک شد مرسی که این ویدیو رو اگه دیدین تا اینجا دیدی حتما چنل همه بچه‌ها تو دیسکریپشن هست برای ویدیو بعدی اگه دوست دارید چنل هممونه دوست دارید این قاب دوباره تو ویدیو بعدی باشه و یه ولاگ خیلی خفن بگیریم که بریم تهران اگه دوست دارید همچین ویدیو رو داشت